استیو جابز به عنوان یک میلیاردر درگذشت در سن 56 سالگی و با 7 میلیارد دلار دارایی بر اثر سرطان پانکراس و اینها برخی از آخرین کلمات اوست. در این لحظه که به خاطر بیماری روی تخت دراز کشیدم و کل زندگیم را مرور میکنم، فهمیدم که همه شهرت و ثروتم در برابر مرگ قریب الوقوع بی اهمیته. هرچه پیرتر میشم عاقل‌تر میشم و به آرامی درک میکنم که ساعتی که ارزشش $30 باشه و یا $300 هر دو یک زمان رو نشون میدن. چه با ماشین $150,000 رانندگی کنیم و یا ماشین $20,000 به همون مقصد میرسیم. سه واقعیتی که نمیشه این کارشون کرد. 1. فرزندانتون رو برای ثروتمند شدن تربیت نکنین. اونا رو برای خوشحال بودن، خوشبختی تربیت کنین تا وقتی بزرگ شدن ارزش همه چیز رو بدونن، نه قیمتشون. 2. غذاتون رو به عنوان دارو بخورین، غذای سالم، وگرنه مجبوری که داروهاتو به عنوان غذا بخوری. و 3. کسی که عاشقته هیچ وقت ترکت نمیکنه، حتی اگه 100 تا دلیل برای رفتن داشته باشه، همیشه دلیلی برای موندن پیدا